سگی که طعمه او استخوان است، سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. یک سگی که ای بنده خدا تو ملایمی گوشت تو میخوری، لذیذترین موضع های همون استخوان تو میخوری، یک استخوان سگ میخورد، به جان و دل محب خاندان است. خاندانش دوست میدارد، صاحبش دوست میدارد. تو این قدر نعمت خدا را میخوری، تو صاحب خود خدا یک و یگانه است، پیغمبر تو محمد است، برای چی را دوست نمیداری؟ سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. اگر 100 بار راند صاحب او، نگرداند از آن پاسی نمک رو. 100 بار از خانه پیشش میکنی نمی رود. زند گر زرد گردد با ادبتر، که بوسد دست و در پایش نهد سر. میزنی سگه با یک استخوانی که در پیشش میپرتویم، میزنیمش، نه تو کوبش میکنیم، باز چکار میکند؟ خودش حلقه میزنه در پیش صاحبش، پای صاحبش بوسه میکنه. اینا سگ، اگرچه موضوع سگ نیست، این در جای سگ شما آدم تصور کنید. نیاید در خیالش باب دیگر، باب گفته دروازه رو میگن، این قدر همین سگ از در بیرون میکنن، نیاید در خیالش باب دیگر. رود حلقه زند گشته بران در، نگردد دل خنک از راندن آن، روان است از پسی او کرده افغان. چرا تو قدر نعمت ها ندانی، به قدر استخوان سگ ندانی؟ ما شما را خطاب میکند مولوی، ای ناکسا، ای بدبختا، ای کسانی که شما محبت خدا و پیغمبر را ندارین، این قدر نعمت خدا را میخورین، خود همون سگ نمیشین، برابر همون سگ نمیشین که یک نعمت پسترین میخورد، استخوان خالی را میخورد. این قدر خاندانش دوست میدارد، صاحبش این قدر دوست میدارد، با زدن و با کفتن صاحبش ملال نمیشود. نیاید در خیالش باب دیگر، در خیالش هیچ باب دیگر نمیآید. امروز ما و شما گرسنه ماندیم، در حال دینهای دیگر را سراغ کردیم.